سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک قسمت جدید. امیدوارم که جلسات قبلی رو مطالعه کرده باشید و در واقع مثال‌های مختلف ساخته باشید. توی این قسمت میخوام یه جمع‌بندی خیلی کلی بکنم از دربی، نه اون دربی، دربی در واقع. یادتونه بهتون گفتم بی همون ام و ایز و آره که گذشتهش میشه was و were. یادتونه؟ خب حالا حالتهای دیگه هم داره. مثلا ما توی فارسی میگیم هست، بود، بوده، خواهد بود. ببینید اینا همه زماناش با هم فرق میکنه. وقتی میگم هست که هست الانه. وقتی میگم بود یعنی بود تو گذشته بود. وقتی میگم بوده یعنی یه اتفاقی که قبلا افتاده، من الان دارم یه چیزی رو میبینم. مثلا تو خیابون دارم رد میشم، میبینم که یه مثلا شیشه خورده ریخته روی زمین. میگم اینجا تصادف شده بوده. این بوده. حالا با شده بودهش یعنی تصادف شده بوده اینا کاری ندارم، ولی مثلا میخوام بگم که یه اتفاقی توی گذشته افتاده و تا الان ادامه داره، یه نتیجه و اثری ازش هست. اون به خاطر اینه. مثلا میخوام بگم که اینجا تصادف بوده. و در آینده مثلا میگم که فردا بارندگی خواهد بود. مثلا شواهدی میبینم میگم که فردا بارندگی خواهد بود. اینا حالتهای مختلف there beه. از این حالتهای مختلف there be دو تاشو که یاد گرفتیم، یکیش حال بود، یکیش گذشته بود. گذشته ساده رو بخوام بهتون بگم، یه چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده تموم شده. مثلا همون که ساختیم کتاب تو کتابخونه نبود، که تموم شده. ولی مثلا میخوام یک مثالی بزنم برای اون بودهه، یعنی بوده از گذشته بوده تا الان. مثلا میخوام بگم از ماه پیش تا الان بارندگی نبوده. ببینید، پس باید اون نبوده رو پیدا کنید توی جمله هاتون. میگم از چه ساختاری استفاده میکنم؟ There has been. اون has نشون دهنده اون اتفاقیه که از گذشته تا الان ادامه داره. been هم حالت سوم همون be هستش. خب بهتون بعداً توی حال کامل اینا رو کامل توضیح میدم، ولی فعلا فقط بگردید دنبال جملاتی که بوده توش هست. پس حالت مثبتش میشه there has been، منفیش has not میگیره there hasn't been. سوالیش has با there جاش رو عوض میکنه، یا have حتی اگه جمع باشه به جای has از have استفاده میکنیم. میگم has there been یا have there been. اینو یادتون باشه این سام و انی برای همه حالتها درستن. یعنی در حالت کلی بخوایم صحبت کنیم بگیم یه تعدادی یه مقداری از سام استفاده میکنیم که توی حالت منفیش و سوالیش میشه any. حالا این جمله there hasn't been میگم any rain. any rain. یه لغت داریم since میشه از یه زمانی تا الان. معنیش میشه این since last month، ماه گذشته، ماه پیش. پس جمله‌مون میشه there hasn't been any rain since last month. یا میخوام بگم که یه تصادف بوده. شیشه خورده ها روی زمین میبینم، میگم there has been an accident in the street. تو این خیابون. There has been an accident in the street.
خیلی جمله های لول بالایی رو میتونیم با این ساختار بسازیم. فعلا من با اونا کاری ندارم چون یه ذره لغت هاشون تخصصی تر میشه. فقط این صرف آشنایی با زمانهای مختلفه برای حالت there be. همونجوری سوالی و WH و ایناش رو میسازیم. مثلا میگم که تو این خیابون تصادفی بوده. میگم Has there been an accident in this street? دقیقاً. حالا has برای یه دونه است، have برای چند تاست. مثلا میگم که Have there been any accidents in this street؟ میخوام در حالت جمع بپرسم. تصادفایی بوده توی این خیابون؟ و برای حالت آینده میگم خواهد بود. از ساختار there will be استفاده میکنم. There will be. مثلا به این مثال دقت کنید. میخوام بگم که فردا بارندگی خواهد بود. There will be some rain tomorrow. فردا میشه tomorrow. حالا برای در واقع آینده میتونم بگم سال دیگه next year. next year سال آینده. مثلا میخوام بگم در آینده ابزارهای زیادی وجود خواهند داشت. ابزار رو میتونم tools استفاده بکنم. پس میشه there will be many tools. در آینده میشه future. در آینده میشه in the future. There will be many tools in the future. There will be many tools in the future. پس الان یاد گرفتیم که اینا چه فرقی با هم میکنن. اینها انواع دربی بودن و یادتون نره که همشون مثل هم سوالی میشن، یعنی جای there با لغت بعدی عوض میشه. What, where, when, which WH اول جمله میاد. مثلا میخوام بپرسم که فردا بارندگی خواهد بود. چی میپرسم؟ Will there, آفرین. Will there be a rain tomorrow? Will there be a rain tomorrow? پس امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه. خیلی خوبه اگه یک جمله ثابت رو در نظر بگیرید، حال و گذشته و در واقع از have been, has been و will be استفاده کنید. برایش یه مثالی آخر جلسه براتون میزنم و بعد شروع کنید مثالهای متنوع سوالی منفی WH مثبت رو بسازید. مثلا میگم که there is some food in the fridge. There was some food in the fridge. There hasn't been any food in the fridge. There will be some food in the fridge. حالا اون حال کامله رو منفی گفتم، میتونید مثبت بگید there has been some food in the fridge. اینا کی میگید؟ در یخچال باز میکنیم میبینید که یه ذره از غذا توی یخچال ریخته، یک اثری ازش هست، میگه که غذا توی یخچال بوده. There has been some food in the fridge. خب پس سوالاتون رو ازمون بپرسید، به تک تکشون پاسخ میدم. مرسی که لایک میکنید و کانالمون رو به دوستاتون معرفی میکنید. خیلی دوستتون داریم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.